مخلصان چون نیروی اساسی حرکت دهنده فوتبال کسبی شناخته شده، محض همین طایفه دوستداران ورزش‌های بزرگ گرو هستی باشگاه‌ها محسوب می‌یابند. ملکداران و بازیگران و مربیان در دلخواه نمود ورزش عوض می‌شوند، اما مخلصان تغییر ناپذیرند. برای مخلصان اشدی ورزش‌های بزرگ از زمره فوتبال نه تنها بازی هستند، بلکه معنای تام زندگی را ifade می‌کنند. سرچشمه‌های نزد فوتبالی هم به مانند این ورزشی رقم یک آغاز خود را از بریتانیای بزرگ می‌گیرند. فوتبال انگلیسی با رویدادهای نزدیک به بی‌ترتیبی‌های فوتبالی از آغاز عصر 19 هنوز شناس بوده، الکی در همان دوران هواداران دسته‌ها و خود بازیگران پس از بازی‌ها دیوار به دیوار می‌رفتند. اما بی‌ترتیبی‌های فوتبالی در همان شکلی که تا حال وجود دارند در آخر سال‌های 50 در بریتانیای بزرگ پیدا شده‌اند. برنامه امروزه ما باشد در خصوص مخلصان اشدی نمودهای مختلف ورزش از تاجیکستان و جهان تهیه شده موادهایی در برنامه استفاده شده باشند. همچنین طریق تلفن‌های موبیلی ثبت شده. در بیشتر حالت‌ها ما از عکس‌های خاطرمانی از حیات مخلصانه آدمان استفاده نموده ایم. سالهای اخیر در فضای فوتبالی عالم محض به خاطر صادر نمودن بی‌ترتیبی‌ها گروه معین مخلصان و نفران حلایده را از حق اشتراک در بازی‌های فوتبالی محروم می‌کنند تا که از بی‌ترتیبی‌های من بعد پیشگیری کرده شود. اما مخلص اشدی باشگاه ترکی دنیزلیسپور را چنین مانع هم صادرانه نشد و با وجود محروم شوی از حقوق تشریف به ورزشگاه بازی تیم محبوبش را تماشا کرده توانست، چرا که برای این کار کران را فرمایش داده بود. طایفه دیگری مخلصان را باشد لباس‌های مخصوص با طرح جالب رنگامیزی نشان‌های باشگاهی ضرب می‌دهند، به مثال این دخترک دلداده بارسا و یا این مرد تنومند از عائله بزرگ سرخ‌های لیورپول. مخلصان اشدی همچنین به خاطر ارزش‌گذاری به تیم دوست داشته‌شان به آرایش موی سر با طرز خاص می‌پردازند، و مثال این مخلص باشگاه زنیت پتربورگ یا که مخلص اشدی از تیم منچستر سیتی. ولی رنگ کردن موی‌ها و آرایش سر با رمز مربوط انجام کار نیست. فوتبالباز نروژی دانیل آره به شرافت صداقت به اندازه نسبت مسی دستان رسما تغییر نام کرده، حجتاً چون لیونل مسی نام برده می‌شود. مخلصی دیگری فوتبالی از کشور بلغارستان با نام مارتین زدرافکو باشد فرصت‌های طولانی در تلاش‌های عوض‌کنی نامش به منچستر یونایتد بوده است. بالاخره مارتین تنها نامش را به منچستر تغییر نام کرده، رسما چون منچستر زدرافکو نام برده می‌شود. برای طایفه دیگری از منطقه‌های کشور ما اگر فوتبال دوست داشته‌ترین نوع ورزش باشد، در شهر خاروق باشد نوع ورزش بسکتبال صاحب دوستداران بیشتری بوده. سبقت‌های بسکتبال همه وقت مخلصان سرشماری را گرد هم می‌آورند. در ردیف نوع ورزش بسکتبال در شهر خاروق همچنین ورزش والیبال هم معروف و رایج است و سبقت‌های والیبالی پیوسته دوستداران همیشگی خود را دارند. این باشد عکسی محفوظ است از رهسپارشوی توده مخلصان برای تماشای سبقت گشتین به سمت قلعه ایثار. آنکه گشتین ملی در کشور ما مخلصان خاصه خود را دارد، چون این عکس بیانگری روشن است. مخلصان اشدی فوتبال البته تیم دوست داشتهشان را به قلب نزدیکتر می شمارند، زمانی که ما یکی از دیوارهای کهنه شده را در شهر دوشنبه با رمز باشگاه لیورپول می بینیم، یا نمای حوله خانه این مخلص سرسپرده اسپارتاک مسکو. همزمان می توان باری دیگر از داخل خانه زیست نعیم یعقوبوف چون مخلص باشگاه مقتدر بارسلونا هم به یاد آورد. مسلم است که برای هر مخلص عکسگیری با ستارگان مشهور فوتبالی مایه افتخار است، اما بعضا حالتها چنین درد خاص مخلصان اشدی مانع حیات عادی ستارهای روشن می شود و مانند آنه که رونالدو بنابر سبب 108 بار عکسگیری با مخلصان و چایخوری هم فرصت نیافت. باید گفت که دسته‌های نامدار ورزشی را ستاره‌های معروف و چهره‌های شناخته مخلصی می‌کنند، به مثال شاه موسیقی پاپ مایکل جکسون یا خود مخلصی سیلوستر استالونر به تیم اورتونی پرمیر لیگ انگلیا. برای آنتونیو باندراس باشد باخت رئال مادرید واسطه یگانه رنجش حیاتی است در ردیف جنگ. طبق آمارهای رسمی سر مخلص‌ترین ورزشگاه اروپایی میدان بروسیا دورتموند شناخته شده. این تیم با 81365 مخلص در این راستا حتی از بارسلونای مقتدر هم پیشرفت است. از همین لحاظ بروسیا دورتموند برای مخلصان امکانیت‌هایشان محدود هم سکتورهای مخصوص را ساخته است که در مسیر بازی‌ها ترجمان‌های مخصوص برایشان بازی را شرح می‌دهند. مادر مارکو رویس سروان تیم بروسیا دورتموند باشد در مسیر 22 سال از یگان بازی خانگی پسرش دیر نمانده است. بر زمین فوتبال آلمانی به درجه سر مخلص است که حتی به بازی نخست گامبورگ در بوندسلیگای دومی 57000 مخلص تشریف آورده بودند.
جالبترین دربی‌های فوتبالی به مانند رقابت‌های بوکا جونیورز، ریور پلیت، رئال مادرید، بارسلونا، سلتیک رنجرز محض به خاطر مخلصان نهایت سرشمارشان وارد دهگانه بهترین رقابت‌های فوتبالی گردیدند. در جام جهان 2018 باشد، پس از رازیگی ندادن زوجه مرد مکزیکویی به فوتبال، دوستانش رسمی کارتانی او را به مسکو آوردند. تنها پس از چنین عمل این مرد بهر سفر بررسی از عائله‌اش اجازت گرفت. در آمریکا باشد، بیشتری مخلصان از منچستر یونایتد طرفدارند که دلیل قاطع را از عکس‌های مربوط می‌توان دید. برای مخلصان اشدی نشاندادهای دستوی مهمترند در قیاس با آمارهای انفرادی فوتبالبازان و در این مورد مخلص باشگاه لوکوموتیو مسکو خوب قید کرده است. رویداد جالبتر آن است که پیش از بازی با بارسا در لیگ قهرمان‌ها پدر این بچه‌ک وعده داده است که در صورت پیروزی لیورپول در لیگ قهرمان‌ها اتاق فرزندش را با رمزهای لیورپول تغییر نما می‌کند و همین طریق آرزو هم عملی شد. مخلصی منتخب فوتبال کامبوجا باشد، برای مخلصی تیمش 6000 کیلومتر را با ولوسپد طی نمود، در حالی که تیمش در سفر از ایران با نتیجه 0-14 شکست خورد. بر ضمن کلی بزرگای مخلصان و عملهای تعجب آورشان، بهترین مخلص از جانب فیفا سیلویو گریکو گردید، نفری که پیوسته پسر نابینایش را به ورزشگاه برده از رفت بازی در میدان برایش قصه می‌کند. دوستی و احترام مخلصان مقابل نسبت همدیگر باشد، معنی دیگری دارد. مخلصان فوتبال از کشور ما هر جایی که نروند فرصتی را به دست می‌آورند که بازی فوتبال را تماشا کنند یا اقلاً از انشاءات‌های ورزشی دیدن نمایند. آدینه نورمحمدوف از زمره چنین مخلصان فوتبالی است که در یکی از بازی‌های بوندسلیگای آلمان در ورزشگاه شتوتگارت اشتراک نموده نوارهای جالبی را هم دسترس نموده است. مخلصان فوتبال از کشور ما حتی وقت سفر به کشورهای قاره آمریکا هم از فضای فوتبالی خود را کنار نگرفتند. این مورد از عکس‌های خاطرمانی محمد جمیل محرموف را از ورزشگاه ال کامپینیوی کشور کلمبیا را میتوان منظور نمود. نیلوفر مرادووا باشد، وقتی تحصیل در آمریکا خود ورزشگاه لس آنجلس گلکسی را دیدن نموده از بازی این تیم در ورزشگاه و فضای ادانه فوتبال منطقه کالیفرنیا لذت برده است. تماشای بزرگترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی از منبرهای ورزشگاه برای هر یک مخلص فوتبال آرمانی بزرگ است. در مسیر بازی‌های موسمی ورزشگاه عالم را هزاران مخلصان ورزش رقم یک سرازیر می‌کنند و از میان چنین نفران سرشمار در منطقه‌های مختلف عالم بعضاً موردها با حضور مخلصان فوتبال از تاجیکستان را هم مشاهده می‌کنیم. اسکندر شاه خوجایف از زمره آن مخلصان اشدی فوتبال است که برایش امکان مساعد فراهم آمده است که بازی سوپر جام اروپا میان دسته‌های لیورپول و چلسی را از بهترین نشستگاه‌های ورزشگاه ودافون آرینا تماشا نماید. تماشای رقابت فوتبالی بین ابردست‌های انگلیسی و احساس تنتنه ادانه ورزشگاه کشور ترکیه برای اسکندر شاه از خاطرماندترین لحظه‌های حیاتی حسابیده می‌شود. قابل قید است که در بازی سوپر جام اویفا بین لیورپول و چلسی سنه 14 آگوست سال روان محض به خاطر دستگیری محمد صلاح شماره زیادی مخلصان فوتبالی از کشور مصر به ورزشگاه شهر استانبول تشریف آورده بودند. خلاص تماشای فوتبالی بزرگ در حضور هزاران مخلصان اشدی یک منظره جالب و دیدنی را از خود بر جای گذاشت. برای مخلص فوتبال از تاجیکستان در سیمای اسکندر شاه البته کل این محیط شگفت‌انگیز تأثیرات‌های باورناکردنی را به بار آورد. در قیاس با فوتبال بزرگ برای قسم کوهستانی میهن باشد، والیبال توجه بیشتری را به خود جلب نموده سبقت‌های جالب والیبال در چنین مکان‌های دوردست دیارمان مخلصان زیادی را فراگیر می‌شوند. مخلصان اشدی فوتبال را در کشور ما میتوان از منطقه‌های مختلف کشورمان پیدا نمود و مورد مقصد است که از طایفه مخلصان فوتبالی دهه بسیط واقع در وادی دوردست برتنگ را هم یادآوری کنیم. اینجا وقتی یک از اشدی‌ترین مخلصان فوتبالی در این مکان‌ها دانسته می‌شود. ما از در همین فرصت‌ها امکان پیدا نمودیم تا لحظه‌هایی از تماشای بازی منتخب‌های نورسان تاجیکستان و افغانستان را از جانب بختیبک و همسفانش را نواربرداری نماییم. این گروه مخلصان فوتبالی بازی فوتبالبازان آینده‌دار تاجیک را با دقت تماشا نموده از هر یک عملی نتیجه بخش فوتبالبازان میهن در میدان پخشنودی بزرگ استقبال می‌نمودند. روشن است که در فوتبال بزرگ همگان چندین بارها شاهد اشک‌ریزی‌های فوتبالبازان کسبی شده‌اند، ولی زمانی که مخلصان به اشک‌ریزی‌ها فرو می‌روند این الکی فضای کلاً دیگر است. خصوصاً فضای فوتبالی برزیلیا در جام جهانی سال 2014 پس از باخت بزرگ بر آلمانی‌های قدرتمند. با آن 50,000 نفر مخلصان برزیلی که به ورزشگاه مینیراوی بلو هوریزونته راه یافتند تمام مملکت حسرت می‌برد.
همه چیز در مسیر 20 دقیقه تغییر یافت. کیفیت ایدانه در منبرها پس از گل میولر نیست شدن میگیری. بعد از 20 دقیقه دیگر تبسم تنها در نشستگاه‌های مهمانان ماند و خلاص. شوک تبدیل دهشت نمود. دهشت به ناامیدی‌ها رساند. ناامیدی‌ها باشد حسیات‌ها از اندوه جهانی و شرمندگی بزرگ را به میان آورد. نه همه به این تاب آوردند. بسیاری‌ها الکی در تنفس بازی ورزشگاه را ترک نمودند. بیشتر از 1 دقیقه اینجا نمیمانم. 0-5 شرمندگی است برای چنین کشوری دارای سنت‌های فوتبالی. خیر، اما چنین نفران زیاد نبودند. بیشتر مخلصان تا آخر این راه اندوگین را با منتخبشان پس سر نمودند. دوبل شورل را دیدند و به گل الکی به یگان کس نالازم اوست کرد و به اشکریزی ها هم چشم دوختند. در همین روز در سرزمین برزیلیا باز یک دریای بزرگ جاری شد، دریای اشکریزی ها. این فاجعه است، فاجعه. هیچ کس چنین را انتظار نبود. عادتاً فلاکتی اصلاح نشونده است. من سخنی ندارم. من میخواهم از کل برزیلیا عذر بپرسم. من بسیار میخواستم که به شرافت فوتبال آنها را خوشحال ببینم، اما آلمان امروز بهتر بود. این روزی خیلی اندوهگین است. همه انتظار بود که ملت را خرسندی متحد میکند، اما غم بزرگ به میان آمد و مانند آنه که 60 سال زیادتر از این برزیلیا جام جهانی خانگی را باخته بود. روزی سنگین است برای کل برزیلیا. بابایم برایم صدها مراتب در خصوص آن بازی دلگیر سال 50 در مراکانا نقل کرده بود. آرزو می نمودم که این مورد ما قهرمان خواهیم شد. بابایم 4 سال پیش فوتیده بود. خیریت که این شرمندگی را ندید. خلاص صنعت مخلصی و حیات جداگانه مخلصان ارشدی کلاً از یکدیگر فرق دارد. این طایفه ساکنان سیاره سبز کیفیت حیات خویش را محض در شگفتی‌های ورزش می‌بینند و فرهمندی صمیمانه را از احساس تنتنه ظفر در ورزشگاه‌های بزرگ.